با کارامون سوز شد در کشوده شوی مغازین غالب شپیم اینا ای برادر ما دیگه ایده که زنده باشی شری نره اوه نگاه مبارک شوه خداوند دکانی به برکت شوه تمام مردم بیان اینجا با نرخ ارزان لباسای محقولشون خریداری کنن و غالب جان دم خداوند اونچنان برکت بده که صفی هم خیلی مغازیناش زیاد شوه خلاصه در تجارت کردگیش یه آدم موفق شوه مبارک شوه وقتی که تاثیر بلاگینگ کانتنت بیزنس نفهمیتی این مرد گرفته کردش موفقیت در کار بود ما چند بار گپ زدگی بودیم اینا شاهد زنده اکای سایجون سلام علیکم در ولیسی هر دیمی ساله باید کرد یک ساعت در مسئله بیزنس همی گپ زدیم یکی زور که در دام یه مورد زودتر چی ای بعضی آدم مثلا در سال 10 سال پس به ایده تحصیلش میکنه مبارک شوه اخرو مغازینی با برکت شوه انشالله ایامی صفر بزرگ شوه شما برکت شوه ما برکت شد پلانشت غالب خودش توفه آورد مادر جان مرام شما با افایی که در نزدشان بازی کردن اپجان هر دیتون با نزد من به با ایگرانی یا خچو اتی ناوشنیکی مغازه لباس‌های غالب آمده میروز که شده شوی شای برادر عزیز اینا غالب برادر ما ایرا در ویدیو که تام گفتم نه که میخوام در استوریا هم بگم که امیدوارم که خیلی که در بلاگری غالب شدی در همه بیزنس هم ان شاء الله که غالب میشه موفقیت برادر خدا برادر عزیز بیاین همین چهارراه الفه ما مغازه غالب شو سر لباس‌های چاتکی سر لباس میکنن میرین در شهر دوشنبه مغازه وزاداری غالب شو کشاده بشود یک کرسکی بلند ما با همشون تشکر میگیم مینداری محسوس رو بیان میکنیم با همه اون نفرانی که وقتی خود را در این نداشته موضوع آدم وقت شده شویم بلاگران معروف کشور که همه در یک جایگی مهمانی ما بودن و در این روزی بهترین غالب را در یک جایگی دستگیری کردن و البته این روزی خاطرمون رو باز هم ناتکرار نمودن برای این ما میگیم تشکر زیاد به همه شما دوستان عزیز تا کشید در اکون آرامتر مبارک شوه که ماما جان اینجا هر از برای نه چون مونده برای مونده برک شوه که ما خاصا نمیکنم نماینده کلاسیک تجربه مگر این مومیانا رو میگم شش هفت هشت نه ده باسه بس ها دانم جانم اکای ساتسم یا پنجوسم ادگان پرادویسورا پدر که زندگیش کینه باور که دانم جانم شعری نر آباد باشی کامera بکشم دوستم چیکار بگیرم بچه اوتو کیتای اومدن برادرو اینا صفحه چه سری حال میخواد میو زنگ نزن میام برادرها و اکها و یار رفیقا و دادرها و انا کدامی که در همه کشوده شویم و دبری ما باید هزار رحمتی کلان ما را قدر کردین و برادرهایی که اومده نتونستین زنگ زدین شما دم هزار رحمت من میفهمم تون انا با خدا قسم همه امروز با ما یک بار دیگه حس کردم که من توقع نیستم و انشالله با امر پروردگار حرکت میکنم در زندگی چی در بیزنس چی در ساحه همی بلاگری من شما را پرورید نکنم در نام تان جانم همه امروز من خدمت توقع است نکردم چی برادرایی که انا ای بیرن ای کوچه و ای همه جا اومدن در برمون ایستادن و برادرایی که قطیمون همکارن اومدن ایستادن هزار رحمت که آمین همی درگاه ما را آباد کردین و قطیمون یک پیاله چای گرفتین افطار کردین زنده و سلامت باشین ما همه وقت در خدمت شما برادرای عزیز انا اولش پروردگار رو دیگه‌مش که دستگیری شما که ما دین انا مغازین خدمت هوی کن و تای قدم مغازین یک مهمون نوی دیگه در زندگی ما انا
خلاصه گپ اکای ما امروز بچه دار شد ایش بچه قولی خداوندم ریدروزی با برکتش بسر سلامت باشید زندگی آسوده و کشور یک مرد با گروهی با مرتبه شود که منفیتش هم به خود برسه هم به جامعه. تمام جان نکرد زنده باشه نکرد سلامت باشه خداوندی بولد خسندی شده هم انشالله. امروز مگزینه ایلا کرد هم بچه انشالله. دار شد. خداوند برادرایی که بی فرزندن صاحب فرزندشون کنه و علامه خرسنده که در دل ما شما دم نصیب کنه دینا تبریکش کردم امروز یه بارگاه تبریکی کنکرت نه اکای ما بچه دار شد اگه الله عمری دراز پر برکت نصیبش کنه قدرت خداوند که بینده که کار که سودیم و چند زنده ای کنه آوه خیلی بچم تبریک مبارک شود که خدا نام بچه شما میدونم برادرو نام شوج محمد که ما 4 سال فرزندار نشده بودم انا گفتم که اگر بچه دار شم محمدش نام میکنم انا به خاطری که به حد این نام بزرگ نام رسول خدای که خیلی خداوند بخترچه نصیب مونکد و دیمش اوجه نامش محمد اوجه که نامش تایار و در نام خدا بکشم الله عمری دراز شد هزارون باشید برادروی همو دیگوی سمانه که یه طرف کنی نه مثلا کوتا و بینه که با برف گرفت دای بهار برو بیزه با